تا حالا به این فکر کردین که بازی ماینکرافت واسه تمرکز میتونه چیز خوبی باشه؟ البته اگر مواردی که میگم رو رعایت کنید. یکی از جاهایی که میتونیم ازش استفاده کنیم واسه تفاوت دیسگرافی است. دیسگرافیا همون نتونستن فاصله گذاری بین کلماته. شاید خیلیاتون شنیده باشین یا اگر نشنیده باشین موردش رو دیده باشید در بچه ها. چطوری میتونیم اینو تبدیل به نقطه قوت کنیم و ازش به نفع بچه ها استفاده کنیم؟ اون اینه که اولین کار اینه که کنار بچه‌تون بشینید و ماینکرافت رو بازیشو نگاه کنید که مسلط بشید به این سری اصطلاحات، اگر البته بچه‌تون بازی ماینکرافت انجام میده. یه موردی توی بازی ماینکرافت هست به اسم میز کار. میز کار چیه؟ یه چیزیه که روش وسایلی رو میذارن و وقتی وسایل رو اونجا میذارن اون تبدیل به اون چیزی که میخوان میشه، مثلا شمشیر الماس. خب حالا ما میخوایم چطوری از این استفاده کنیم؟ یه کاغذ برمیدارید یا تخت وایت بورد یا هر چیزی، چند تا بلوک مثل بلوکای بازی ماینکرافت میکشی و میگی این مثلا میز کار ماست پسرم یا دختر عزیزم، این بلوک ها رو گذاشتیم و میایم برای اینکه ساخته بشه نقشش و راهکارش رو مینویسیم پسرم. مثلا برای ساخته شدن شمشیر الماس چه چیزایی لازم داریم؟ آها، 2 تا چوب و یه دونه الماس. اینجا دستور عملش رو می نویسیم، مثلا می نویسیم 2 تا چوب و هم فاصله گذاری کلمات رو بهش میگی بنویس و بینش یه دونه لگو، هر چیزی که خاصیتی داشته باشه که مثلا بتونه فاصله گذاری رو برای بچه به صورت بصری فعال کنی توی ذهنش. پس بچه می نویسه هر کدوم از کلمات رو باید توی یکی از این بلوک‌ها بنویسه و بینش لگو بذاره که فاصله توی ذهنش جایگذاری بشه که بدونه باید با فاصله بذاره. یه نکته ممکنه بگه که بچم به هم وصل می نویسه، همونجا مثلا اینجا 2 تا رو کنار هم میذاره، 2 تا مثلا لازم 2 تا چوب مثلا که به هم دیگه وصل کنه بنویسه. به هیچ وجه بهش مستقیم نمیگید که او اشتباه نوشتی پاکش کن. اینجوری نه، ما داریم توی فاز بازی با بچه‌ها هستیم دیگه. اگر میخوایم که این مسئله توی ذهنشون جا بیفته باید تو فاز بازیشون باشیم. بهش میگی که دستورالعمل رو اشتباه نوشتیم، نمیتونه درستش کنه، چطوری بنویسیم؟ حالا چطوری بنویسیم؟ نگی پاک کن دوباره بنویسیم، چطوری بنویسیم؟ بلوک‌ها رو دوباره بذاریم و تا موقعی که خودش اینو درست بنویسه. حتی شما میتونید یک کاغذ بردارید و شما مثلا یه بار شما بنویسید، حتی یه بار شما اشتباه بنویسید، به هر صورتی. و این کار رو انجام بدید بارها و بارها، چیزهای مختلفی که در ماینکرافت هست. و پاداشش چیه؟ وقتی که دستورالعمل رو درست نوشت، پس شمشیر الماس مثلا درست شده یا حالا هر چیزی که قرار بوده درست بشه، شمشیر الماس روی میز کار درست شده و شما اون شمشیر الماس رو تقدیم بچه میکنید به همراه گوشی یا تبلت یا هر چیزی که باشون بازی رو انجام میده و میگی پسرم یا دخترم یه رو یا 10 دقیقه میتونی با این شمشیر الماس که اینجا دستورالعملش نوشتی بری بازی کنی ماینکرافت، که اتفاقا مثمر ثمر میشه برای این تمرین. چطور؟ بچه تو ذهنش همین الان شکل گرفته و یه تقویت جادویی توی مغزش رقم خورده. این تقویت جادویی باعث میشه این ماندگارتر بشه که باید کلمات از هم دیگه جدا بوده باشه. پس این بازی رو امتحان کنید، مطمئن باشید یه نتیجه فوق العاده میگیرید و هر موقع نتیجه گرفتید لطفاً داخل کپشن واسه من بذارید